سال 2021 در تاجیکستان با زندانی شدن محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آغاز یافت. دادگاه ناحیه رودکی او را که حکومت را سخت تنقید می‌کرد، روز 28 ینور به اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار دانست و به 14 سال زندان محکوم کرد. خودش میگوید بیگناه است و برای دیگر اندیشه‌اش از او نقار گرفتند. 2 ماه بعد و روز 23 مارس در تاجیکستان معرکه سراسری واکسین زنی به ضد بیماری کووید 19 آغاز یافت. در مرحله اول تقریباً 200,000 واکسین شرکت استرازنیکا را طبیبان، پرستاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های طبی و افراد آسیب پذیر گرفتند. تا آخر سال به گفته این مقامات تقریباً 48% اهالی تاجیکستان 2 وایه حتمی واکسین را گرفتند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل یکی از حادثه‌های تیره سال 2021 شد که رابطه‌های دو طرف را بسیار سرد کرد. در جنگی که برای آب و زمین در مرز ناحیه اسفره و ولایت بادکند قرقیزستان در روز 28 اپریل سر زد و 2 روز ادامه کرد، از هر دو طرف 50 نفر کشته شدند و 80 کس دیگر زخم برداشتند. ماه می رحمت الله ظاهرов رئیس حزب سوسیال دموکرات بعد از 12 ساله رهبری از مقام رئیس حزب رفت و سببش را به رادیو آزادی چنین شرح داد. از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب من. دویمش آن که من در حقیقت دور و دراز رئیس بودم، اینش هم بخشا گرفتن در کار. این اکنون در حزب سیاسی یک سیمای نو پیدا شدنش در کار. اما صاحب نظران و تعداد از اعضای حزب به گفته رحمت الله ظاهرов باور نکردند و گفتند ممکن است که حکومت برای مطیع کردن این حزب مخالف به خود رحمت الله ظاهرov را به استعفا مجبور کرده باشد. خبری که ماه ایول در تاجیکستان سری زبانها گشت خبری لطوکوب جمالالدین عبدالله زاده وزیر تندرستی بود. بنا به گزارش‌ها 3 خواهرزاده امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 20 ایول پس از مرگ مادرشان قربانبی رحمان و پزشکان او و از جمله جمالالدین عبدالله زاده وزیر تندرستی را زده مجروح کردند. وزیر خبر را رد کرد، هرچند مدتی طولانی در مسیر عام دیده نشد. ماه ایول خبر دیگری که جامعه تاجیکستان را تکان داد تجاوز و قتل رفیده عنایتوی 8 ساله در ناحیه رودکی بود. طفل بیگناه را روز 4 ایول در نزدیکی خانه‌شان تجاوز کرده و جسدش را به حاجتخانه انداختند. روز 19 اکتبر همان سال دادگاه یک مرد همسایه رفیده رحمت الله گدایف را با گناه تجاوز و قتل به زندان 1 عمری محکوم کرد. در همین روز دادگاه ناحیه سینا ایزدمان حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. از بس که ایزدمان عملکردهای حکومت تاجیکستان را بسیار تنقید می‌کرد، حکم او را دارای انگیزه‌های سیاسی و یک نوع نقار گرفتن از ایزدمان می‌شمارند. خودش هم گفته است که گناه نکرده است. اعتراض در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان یکی دیگر از حادثه‌های مهم سال 2021 شد. تظاهرات بیشتر از 1000 نفری در خاروق روز 25 نوامبر و پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف یک ساکن ولایت هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کردند. تظاهرگران می‌گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. روز 14 دکبر مدینه محمدجان و یک جوانزنی در گذشت که ماجرای خانوادگی و لطوکوب او بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. پرونده او که تا زمان مرگ در کامه بود، بعد مراجعت جامعه شهروندی بر رهبران تاجیکستان جدی گرفته شد. تنها بعد از این مراجعت طرف دیگر مناقشه زن و شوهر لطف‌الله و عزیزه دولتوف بازداشت شدند. یک روز پیش از مرگ مدینه دادگاه لطف‌الله دولتوف را برای 5 سال و 8 ماه پس پنجره فرستاد. یکی از رویدادهای یادماندنی سال 2021 هنرنمایی آوازخوان تاجیک مقیم روسیه منیژه سنگین در آزمون یورویژن بود که شب 22 می در هلند صورت گرفت. منیژه با ترانه درباره مشکلات زنان روس یکی از 10 گانه بهترین آوازخوان‌های آزمون شد و غوغای در جامعه تاجیکستان و روسیه برانگیخت. یک طرف از منیژه افتخار، طرف دیگر برای متن ترانه او را تنقید می‌کرد.